مالک دوزخ وقتی که من دیدی خداوند دستت خشک شود که آب پاک در دهن ناپاک انداختی، وقتی از خواب میخیزم دستم خشک شده است. ببین مادر بیچاره در دنیا فقط مال شوهر محافظت میکنه که به تلف نره. که حضرت رسول اکرم میگه که الدنیا متاع خیر و متاع دنیا زوجت صالحه. این دنیا سر و پا مال متاع، لیکن متاع و مال بهترین دنیا این زن صالحه که خدمت پدر و مادر خدا و پیغمبر میکنه. انا همین زن یکی از همون مادرای بود که در راه الله بسیار خدمت کرده است، بسیار طاعت و بندگی و شبخیزی میکرد، بسیار اهلای علم دوست میداشت. و الله قسم به خدای با اهلای علم تسبیح یا که جای نماز یا که یک چیز هدیه راهی میکرد به دست یگان کس تا که در حق من دعا بکنم. ببین این قدر مادری بود که دوستداری علما بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عالما را وصف کرده است که میراثبر پیغمبرها هستند. عالم ها ای پیغمبران چی میراث میبرن؟ فقط علم میبرن. انا همین هم یک خصوصیت ای جنت شه. یک خصوصیت دیگر شب که در روز جمعه که همین کامل صحت یافته بود، فرزنداش به نوبت میبودن در خونهاش خدمت میکردن، که کسل میشید ما ای کسلی اطلاع میافتیم، ما را دعوت میکردن برای خوندن دین یا پیش برای پسری بچه ها گفتن خدا را شکر خیلی بهتر شده است در خونه بچه میدهک شه. همین شب ساعت 5 زنگ میشوه میگه مادرم از قید حیات گذشته است. ببین این مرگ ای برادران مختلفه. مرگ نمیگه که تا حالی 80 برای بعد جان تا میگیرم، تا حالی همه کارهای دنیا تا تیار که بعد جان تا میگیرم. یک انسان در حالت کسلیش، یک انسان در حالت صحتیش، یک انسان در حالت باییش، یک انسان در حالت فقر کمبغلیش، مرگ مخلوق ای که به هیچ کس رحم نداره که مولوی میگه اجل گرگ است بی رحم و درنده، او ندارد رحم بر خوب و گنده. یکی را وقتی بیماری روایت، دیگر را میبرد در وقتی خنده. یک انسان قهقه خندیده است، دوله‌ای میزنش میگه چیکار کرد؟ دوله‌ای زدش. نه دوله‌ای نزدش، مرگ اومد بودش. یک انسان دیگر یک تیفلک نو به دنیا آورده است، پیستانش در دهن فرزندش مکونده است، ملک الموت جان مادرش قبض میکنه. یک انسان به هوس و آرزو عروس آورده است در ته چادر، در ته چادر ملک الموت جونش قبض میکنه، شه نادیده عروسه. انا همین خیلی موتی که این به هیچ کس رحم نداره. نه که همین مادر همین خیلی اطلاع دادن که بسیار خوب شده است، فگاهی وقتی که میشنیم الک از قید حیات گذشته است. به همین خاطر برادرها این مرگ هیچ کس خبر نمیکنه. ما باید که دائم آماده مرگ باشیم. هر یک انسان امروز خطاب به سوی جوانان میکنیم که دارای پدر و مادر است. خداوند میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و بالوالدین احسانا. ای ذاتانی که ایمان به خدا داره اطاعت خدا کنه، پس از اطاعت خدا اطاعت رسول الله کنه، پس از اطاعت این دو ذات بزرگ شما برای پدر و مادر نیکی بکنه، نیکی در حال حیات بکنه. شیخ بود میگه هر روز وقتی خفتن که میخوان، بعد ای خفتن به عیادت مادرش میره، مادرش میره پاهکاش میجقید، خدمتش میکرد، سخن شیرین شیرین خدش سخن میگفت، یعنی که از خودش راضی میکرد و پسان میخید و پیش اهل بیتش میره. هر پگاهی وقتی که به نماز می اومد بود، وقتی نوبت این که شد به سوی پدر گشت و گفت ای پدر، گفت چی پدری بیرحمی بوده ای؟ 9 فرزند تو را در پیشت قتل میکنند، تو باشی به سوی آسمان نگاه کرده میخندی. آیا این گفت نشانه مهر و محبت پدر و فرزندی است؟ این پدر میگوید وقتی صدا این فرزند چکی شدید، در حال میگوید آب چشمش مثل باران جاری شد و گفت ای فرزند، گفت این نقشه را گفت ذات مطرح کرده است که با او جنجال کردن نمیتوانیم. این فرزندهایی که در پیش ما گفت قتل می شود، این گفت آن ذات گفت خواسته است که من در نزد او چگونه و چرا گفتن نمیتوانم. به خدا قسم گفت 70 بار به سوی پروردگار شفاعت شما را طلب کردم، لیکن ندای آمد که ای ابن عطا، اگر در این مصیبت بالای تا آوردم صبر نمیکنی، از جریده دوستات را خط میزنی. ما گفت در این بلا صبر کننده هستیم. دیگر وقتی که این 10 فرزند که به قتل رسانیدن، حضرت مولوی خدا رحمت و مغفرتش کند در مثنویش این منظره یک بیان دارد، میگوید
طریقی عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. طریقی عشق جانان بی بلا نیست. این راهی که برادرای عزیز ما و شما پیشه گرفتیم، این راه نماز، این راه روزه، این راه عبادت پروردگار، میگوید حضرت این راه میگوید از بلا خالی نیست. این راه مشقت ها دارد، این راه کشمکشی ها دارد، این راه سیاست و پوپیسه ها دارد، این راه شنیدن دشنام ها دارد، این راه انهن راه است. وقتی از حبیب خدا پرسیدن ای الناس اشد بلاء، ای حبیب خدا سختترین بلا بالای کدام انسان است؟ حبیب خدا چی گفتن؟ قال الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل والامثل. پیغمبر خدا گفتن سختترین بلا بالای پیغمبر هاست، بعد از آن گفت بالای صالحون است، بعد از آن بالای این چنین شخصانی که در این راه درست قدم زننده هستند. اینا دائم سختترین بلا را میکشند. طریق عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. حضرت میگوید بلا کش تا لقای او ببینی، که مردی بی بلا مردی لقا نیست. بلا را بکش، عذابها را تحمل کن، سختی ها را تحمل کن. هر چیزی که در این راه بالای تو می آید نترس. در حال پشیمان نشو که کاش که بی نماز بشیدیم، یا کاش که همین مسجد نمی آمدیم، این قدر سخن نمی شنیدیم. نه، حضرت میگوید بلا کش تا لقای او ببینی، که مردی بی بلا مردی لقا نیست. اگر تو خواهی لقای پروردگار تا ببینی، اگر تو خواهی که نوازش پروردگار تا ببینی، در این دنیا تو چیکار کن؟ تو عذاب و مشقت این راه را تحمل کن، عذاب و شکنجه این راه را برداشت کن. اگر 100 تیر بر جان تو آید، حضرت میگوید اگر 100 تیر بر جان تو آید، چو تیر از شست او آید خطا نیست. میانی 100 بلا خوش باش با دوست، خود آنجا کو بود هرگز بلا نیست. هزارها بلا به سر بیاید، میگوید تو دوستی از پروردگار نکن، تو رابطه با پروردگار قطع نکن، هرچند که اگر بلا و مصیبت بالای تو آمدن گیرد. میانی 100 بلا خوش باش با دوست، خود آنجا کو بود هرگز بلا نیست. حضرت در آخر میگوید از آنجا هرچی آید راست آید، تو کجمنگر که در کجبین وفا نیست. از آنجا هرچی می آید اونا تو خوب استقبال کن. هر چیزی که از اونجا می آید وای غلط نآمده، وای درست آمدگی است. پروردگار هر درد و بلایی که از آسمان فتد، اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. هر درد و بلایی که از آسمان می آید، اول کجایی که یک بنده که در راه پروردگار خدمتگار است، اول بالای اون می آید، تا که از این نعمت، از این گنج پروردگار این بندش چکار کند؟ برخوردار کند. این است البته یک مختصرا در اطرافی که انسان از بلا و مهنت هیچ وقت خالی نیست. ما و شما خواهیم نخواهیم بلا و آفت بالای ما و شما می آید. از این خاطر بهترین صورتش همین است که ما و شما در همه بلاهایی که پروردگار بالای ما می آرد، ما و شما صبر کننده باشیم. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. انشاءالله ما این موضوع را باز جمعه های آینده دوام میدهیم. و اینجا از بس که مهمان ها البته حضور دارن، فقط میخواهم یگان غزل بهر ما و شما تا گنجایشی و خوانن. باز بعد جمعه انشاءالله قاری ها باز یگان غزل های بهر ما و شما زمزمه میکنن انشاءالله.